آیا واقعاً مردم موطلایی ها رو ترجیح میدن؟ این سوالی بود که هاوارد هاکس در دهه 1950 پرسید و از آن زمان تا به الان فیلمسازان زیادی دست به دامن موطلایی ها شدند تا نگاه‌های بیشتری را به سمت خود جذب کنند. از سینمای هیچکاک و زنان متفاوت او در فیلم‌هایش گرفته تا به امروز که زنان بلوند همچنان روی پرده نقره‌ای می‌درخشند. اما آیا دوره سینمای مختص بلوندها تمام شده؟ آیا این شخصیت‌های دلربا تنها در تاریخ سینما باقی ماندند؟ با ساختن فیلم بلوند که زندگی نامه مرلین مونرو هست تا باربی که یک نماد مشخص از بلوندها هستند، این نوید را می‌دهند که کاراکترهای بلوند تمامی ندارند. اما تصویری که هیچکاک از زنان بلوند به ما نشان داده، جهش جدیدی در تعریف نگاه به این کاراکترهاست. زنانی با زیبایی چشمگیر اما مرموز و ماجراجو و جسور که در شروع فیلم شما انتظار یک داستان خیره کننده را از سمت و سوی آنها ندارید. این موضوع تا جایی ادامه پیدا می کند که هیچکاک در فیلم پنجره عقبی کاملا با این مفهوم یک داستان را شروع کرده و ادامه می دهد تا در نهایت ما با یک قهرمان بلوند در آخر فیلم مواجه شویم. در آخر بلوندها برای یک دوره طولانی سبک ویژه‌ای در سینما بودند و ما در این سری از مجله یلو وال مدیا به بررسی تعدادی از بازیگران بلوند و تاثیرگذار در سینما پرداختیم.